دو تا مشت داشتیم. با خاطر این دو تا مشتمون دشمن میترسید ما بجنگیم. خوب دقت کن. یکیش نظامی، یکی دیگه‌اش هسته‌ای. اونا میگفتن شما دارید میرید به سمت بمب اتم. تا 20% هم غنی‌سازی سخته، بعد 20% دیگه چیزی نیست. ما میگفتیم نداریم. من یادم زمانی که رهبری اعلام کرده که اصلا بمب اتم حرام شرعیه، ما شرعاً بمب اتم حرام میدونیم، روزنامه اسرائیلی نوشت که اینا یه چیزی دارن این شیعه‌ها به اسم تقیه. این کجا زدن من پدر سوختم؟ اینا یه چیزی به اسم تقیه رو چون خودشون انجام میدن ما میجوریم. حالا اینجوری دقت بکن. اما به هر حال اینا ابهام داشتن. دقت کنید. ابهام داشتن که تو دست چیه؟ دوره چی تو دست نیست. نه باز من ببینم تو چیه. اینو باز کرد. خیالشون راحت شده که چیزی بگید. نیست. ببینید عزیز من اصلا بحث بمب اتم نیست. این ابهام که آیا دارن یا ندارن از خود بمب اتم برای خطرناکه. ابهام وقتی هست ترس رو زیاد میکنه. این ابهام برطرف شد. این مشت نظامی امروز دست گذاشته. مشت نظامی ما شامل چیه؟ قدرت موشکی و قدرت استراتژیک مقاومت تو منطقه، یعنی نیروهایی که ما تو مقاومت تو منطقه داریم از اونها حمایت می‌کنیم. شما دیدید چیکار کردن؟ قانون تصویب کردن، یک دونه ممتنع نداشت، یه دونه مخالف نداشت. تمام رأی کنگره تصویب کرد. هر که حزب الله لبنان کلا چی؟ تحریم بند 2 شروع شد. هر کسی به حزب الله لبنان کمک کنه اون هم تحریم. این یعنی چی؟ یعنی میخواد الان دست گذاشته این یکی مشتمون هم باز بکنه. عزیزم این یکی مشت باز بشه زدن شک ندارم، چون هر چی ندارم میخورن عزیزم. من شک ندارم اگه بذاری مشت برش دستش هم موشک و بالستیک ما. آقا تو میخواستی ببینی ما بحث هستی رو بیا نگاه کن. تو میگفتی بمب اتم برو بیا نگاه کن. به تو چه من چه موشکی دارم؟ چرا پاکستان کار نداری، با هند کار نداری، میگن دارن آسمش موشکی میکنن؟ نه عین یه بچه‌ای نباش که بیان همینجوری دیگه آفرین اون چاور بده من، باریکلا بده من، نازی یه شکلات بهت میدم. این یکی مشت این نباید باز بشه. قدرت نظامی با هیچ کس ربطی نداره. موشک میسازیم باید بسازیم. صبح تا شب کشور داره تهدید میشه. یک کشوری شما میدونیم اگه کسی به ما دست بزنه ما پدر اسرائیل نزنیم. پس تو سوریه محکمه و قدر خونا رو بدون که بخش. گاهی سردمداران رژیم صهیونیستی ما رو تهدید هم میکنن، تهدید به حمله نظامی میکنن، اما به نظرم خودشون هم میدانند و اگر نمیدانند بدانند که اگر غلطی از اونها سر بزند جمهوری اسلامی تل آویو و حیفا رو با خاک یکسان خواهد کرد.